رسیدیم دانمارک دیگه. آلمان رو داریم ترک میکنیم. هنوز کلی راه مونده. تازه از دانمارک باید رد چیم بریم بریم از اینجا به دانمارک. از اینجا دیگه دانمارک. آره دیگه آلمان بای دیگه کلی راه مونده. باید از پایین ترین قسمت دانمارک بریم شمالی ترین قسمت دانمارک که اونجا سوار کشتیشیم بریم اسلو نروژ. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. خب دایو ارس ما الان تو کشتی هستیم داریم میریم به سمت نروژ توی دانمارک. از آلمان که اومدیم به سمت دانمارک خیس شدیم. الان تو کشتیم داریم میریم اسلو. نظرتون چیه؟ برای کیمیستای من توی یوتیوب صحبت کنید ببینم. خوش گذشته بهتون؟ مسیر خوب همه چی؟ خیلی خیس شدیم. ماما چونی؟ اوه هیزل. This is a strong and beautiful Ivan. Yes, Cute he's very Imo, strong, yeah. Ivan. Yes? Show me your strong. Mommy. Show me. And Georgie. آخ من چه کارم؟ Ivan is strong. Oh my God. Wow. Ivan is strong. Ivan is strong. Ivan very strong. Very nice. خب سلام به همه. سوار کشتی تفریحی کورالاین شدیم. کالرلاین مال نروژ. این کابینشه. به به. اینجا یه هم دستشویی هم داره. حالا بریم بیرون هم بگیریم. ما بخوام بریم و بیام. اینجا هم جایی که کابیناش هست. کشتیم. اینجا کشتیش 12 طبقه است. 13 طبقه است بچه. طبقه 1 موتورخونه است. طبقه 2 و 3 کامیونا میرن. طبقه 4 و 5 ماشین های معمولی مثل ما، ماشین های شخصی میرن. طبقه 6 یک کازینو و یک رستوران خیلی بزرگ و یک کازینو خیلی بزرگ داره. طبقه 7 همین جایی که الان دارید نگاه میکنید جلوی من، پر رستوران ایتالیایی، یونانی، نروژی، آلمانی، خیلی طولانیه تا اون سر. و اینکه کلی شاپینگ سنتر داره جدا از رستوران. تو این طبقه 7 میتونی لباس بخری، کفش بخری. بعد ارزم به حضور طبقه 8 جاییه که ما هستیم اینجا که بهتون نشون دادم، کابینه. طبقه 9 و 10 و 11 هم باز کابینه. طبقه 12 سینما، گیم سنتر و استخر و جکوزیه. و طبقه 13 هم جاییه که رو سقف کشتیه، میتونی پایین رو نگاه بکنی و اونجا مستنی میفروشن، حالت بیچ کلاب، نمیدونم مشروب میتونی بخری، بستنی، جای نشستن تو فضای باز. بچه اینجا همون طبقه 7 که گفتم رستوران و شاپاشوشه دیگه. همینجوری که میبینید پر رستوران و کافی شاپ و فلانه. طبقه 7 آسانسور طبقه بالا. چه وایسا 12 اینجاست بریم. خب اینم یکی دیگه از طبقه 12 بچه ها که اینجا سینماست. این جلو اینجا سالن بازیه. باید بریم بالا آقا. اینجا سالن بازیه که انواع بازی ها رو داره. فیلم بگیرم براتون. اینجا هم استخره. ساعتی البته اینجا به کرون نوشته شده استخر، ولی واسه یه بزرگ سالا کو اینجاست هر ساعت 139 کرون تقریبا میشه 12 یورو ساعتی که ما رفتیم دیدیم مثلا ارزش نداشت. از اینجا پایین رو نگاه کنید. اون 4 طبقه‌ای که گفتم جای تفریحه، یکیش که دیدی طبقه 7 سنتروم بود و جای خرید و رستوران ها. یه طبقه دیگه هم که نشونتون دادم جای بازی و جای استخر بود. اینم یه طبقه دیگه است که اینجا یک رستورانی داره مثل مکدونالد خودمون ولی مال نروژشه. و اینکه یه فضای بازم داره این شکلی که همه چی توش مردم نشستن بستنی میخورن میچرخن. خیلی باحاله.
کسا سلام. چقدر قشنگاش خونه من اونجا بود. کنسرت برامون گذاشتن تو چیز Let's go. رسیدیم شهر خودمون، خونه دیگه. بریم خاموش کنیم و بریم خونه. خوبه دیگه. ببین سفر اینجوری میشه خوبه. الان خسته نیستیم، کل روزمون هم داریم. اما با هواپیما بودیم یا ماشین باید میخوابیدیم تو خونه. آره فایده نداشت. نه با هواپیما بودیم باید میخوابیدیم چون پدر پاوینمون در اومده بود تا واقعا خوبه با کشتی بزرگ سفر کردن. خب بچه رسیدیم شهرمون دیگه. اینجا هم خاموش میکنیم و بریم با آبافام یه صبونه مشتی بزنیم و بعدش بریم به خونه عزیز و قشنگ کوچیله موچیله. دلم تنگ شده.